من خیلی چیزم جوون سریع یاد بگیری هستم. اگه بخواد یه توصیه به من بکنید چه توصیه میکنید؟ من همیشه میگم که یک چیز در جهان باعث پیشرفت، خلاقیت، دیده شدن و کیفیت بالا میشه. یک فرمول خیلی کوچیک داره. اینکه کاری رو که انجام میدی به درست ترین، شرافتمندانه ترین شکل ممکن انجام. فرقی نمیکنه هنرمند باشی یا الکتریکی داشته باشی یا رنگکار ساختمون باشی یا هر چی. ما یه ذره ماسمالی میکنیم همه چی. تو یه دستمال هم به من بدی میزو تمیز کنم، میبینم حواست نیست، همونجا رو بغلاشو میذارم میرم. ولی اگر خودم با خودم باشم، دورشم تمیز میکنم، تو هم نباشی به همون کیفیت تمیز میکنم. فرق نمیکنه چی کار میکنی، مهم اینه که به بهترین کیفیت ممکن و با وجدان کار. فرمولش همینه. ماسمالی کنی به هیچ جا نمیرسی. بخوای پول فقط دراری به هیچ جا نمیرسی. بخوای مشهور شی به هیچ جا نمیرسی. ولی اگر مشخصاً به کاری که میکنی متمرکز باشی و به درست ترین شکل ممکن انجام بدی، بدون اینکه به شهرت فکر کنی میاد، بدون اینکه به پول فکر کنی میاد، خود به خود این اتفاق میاد.